با درود و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، قسمت 5 ادامه داستان رو خدمتتون میگم. برمیگردیم به اورنج کانتی و رفتار خانم جودی و آقای جیم که خیلی شبیه مایکل سوئنسن، آقای جیم و آقای اپسین، 3 تا برادر 3 قلوان. اینقدر شبیه همه، منتها سناشون متفاوت، شکلاشون شبیه هم نژاد و رفتارها و مافیاشون مثل همن و اینها یک باند بزرگی هستن که همه جا رو فراهم یعنی گرفتن، محاصره کردن. کارشون هم بچه ربایی، تجاوز به بچه ها و نگو میبردن به این جزیره ها دیگه. من نمیدونستم و من این رو فهمیده بودم اون موقع ها. دولت فدرال منو میخواست بکشه وقتی من به پلیس فدرال در ساکرامنتو اطلاع دادم. برای همین دیگه روش سرپوش گذاشتم و حرف نزدم و فکر میکردم این باند مال فدراله، چون وقتی فدرال اینو شنیده منو میخواد بکشه با خودت اینو تشخیص میدی خب وقتی فدرال آمریکا این موضوع به این وحشتناکی رو فهمیده میخوام منو بکشه پس خودشه. و من دیگه حرف نزدم راجبش. فهمیدم نه، افرادی از عضو فدرال با اونا همکاری میکنن به خاطر پول و قدرت آقای اپسین و این جمعی است، یک جهانی است. خلاصه آقای جیم و جودی ما رو رهسپار سازمان بیگ برادر سیستر در اورنج کانتی بودن که در شهر سانتانا هست و آدرسش رو بعداً خدمتتون میگم که در کجا قرار دارن اگر عوض نشده باشه. اون زمان آدرسش جایی بود که من رفتم. وقتی رفتیم اونجا اول مصاحبه کردن، یک ایرانی به من دادن، برادر ایرانی دادن که بیاد هر هفته یه بار پسر منو ببره بیرون و بیاد. این مرد اومد پسر من رو صحبت کردیم، خوب بود، ظاهرا آدم خوبی به نظر میرسید و اینا. من قبول کردم که برادر پسرم بشه که هفته یه بار بیاد پوریا رو ببره ورزش، چون پسرم میخواست بسکتبالیست بشه، فوتبالیست بشه و بورسیه دانشگاه بگیره، دانشگاهش مجانی بشه. خب از این صحبت. پسرم خیلی برنامه و اهداف زیادی داشت و دوست داشت که پیشاپیش قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه و دیپلمش تمام بشه همزمان تو دانشگاه بره، چون یک همچین برنامه‌ای داشت. و پسرم در همون سوم راهنمایی داشت این کارا رو میکرد که متاسفانه با مایکل و روانشناسی که آوردن تو زندگی ما و اداره شلتر هیومن آپشن و با جیم و جودی ما رو نابود کردن. کلا این ادارات و این سازمان ها به جای کمک تارگت میکنن، تحویلت میدن، در واقع تحویل تروریستا و آدمکشا میدن، آدم خارا میدن. من و پسرم تارگت شده. من هی به آقا فریبرز میگم آقا فریبرز اینا آدم خارن، اینا مرده خارن، آقا فریبرز اینا اینجوریان. خب من چه میدونم، من دارم میبینم ولی واقعا نمیتونم تشخیص بدم. این معمایی بود برای من. مگه میشه همه جا آدم‌ها عضو یک باند و سازمانی باشن؟ جریان چیه؟ و این آقا که یه بار اومد بچه منو برد بیرون و من براش توضیح دادم ما کسی نداریم، تنها پسرم امید منه، من میخوام درست بزرگش کنم، تو رو خدا مراقب بچه من باش و من میخوام تو ورزش پیش بره، اهل سیگار و دود و اینا نباشه. برای همین من خودم از سیگار و دود نمیکشم، دوست ندارم و از این موارد دور باشه. آقا یه بار برد و دیگه ازش خبری نشد، نه زنگ زد، نه حرف زد، نه هیچ چیزی. حالا خدا میدونه در این بردن و آوردن بچه من چه اتفاقی افتاد، چه کاری شد بچه من دیگه نیومد. من با خودم اینجوری فکر میکنم شاید من بهش اینجوری گفتم این وجدانش درد گرفت و نخواست بچه من رو آسیب بزنه رفت، یا اینکه اون میدان بازکن بود اومد که ما رو در هچل مایکل بندازه رفت. خدا میدونه. و ایشون دیگه بدونی که حتی جواب بده تلفنش رو رفت. هرچی هم از اداره پرسیدم چی شد، بیگ برادر سیستر گفت رفت دیگه، ما نمیدونیم رفت. ولی من فکر کنم یا دلش نیومد یا راه پاسکن بود، چون من فقط ایرانی میخواستم. بعد دیگه ایرانی نبود، ایرانی میگفتن ما نداریم که مایکل آوردن. مایکل آوردن یه مصاحبه گذاشتین و ما رفتیم تو اداره سازمان بیگ برادر بیگ سیستر در سانتا آنا. مصاحبه بود و من گفتم که من آدم سالمی میخوام که پسرم اهل سیگار و دود و اینا مواد نباشه و ورزشکار باشه. مایکل گفت من اهل سیگار و دود و مشروب نیستم، ورزشکار هستم، جیم میرم، ال میکنم، خودم باش بسکتبال میکنم، نگران نباش و اینها. من یه خواهر برادر هستم، یه خواهری دارم و خودم چیزی ندارم و دوست دخترم دارم. خب من خیالم راحت شد دیگه. حالا اینها میگفتم ما بک‌گراند چک میکنیم که این طرف متجاوز نباشه، اذیت آزارکن نباشه، ولی از آنجایی که خود سازمان بیگ برادر سیستر عضو اونها بود دیگه بک‌گراند چکش وای به حال. خب هیچی، اینا به اعتماد سوشال سرویس و سازمان اداره سوشال سرویس که این جودی و جیم از اونجا بود، ولی من الان میفهمم که اصلا سوشال سرویس خبر نداشت. اینا مأمور بودن، چون بعد یه ماه که دیگه ما افتادیم تو دست برادر بیگ سیستر اونها غیب شدن رفتن. و بعدها من یعنی بعد از چندین سال زنگ زده بودم به آنتی گنگ اورنج کانتی که بفهمم اون موضوع رو پیگیری کنه که ما اینجا بیچاره شدیم، این گنگی به ما حمله کرده بود. حالا من گنگ میدیدم دیگه،
البته رو گوشی من تلفن پسر من تهدید زیاد میگیره، مادرتو میکشیم، خودتو میکشیم اگه نیای بیرون. بچه من اجبار میکردن از کلاس بیاد بیرون با تهدیدات، نگو پسر من رو میبرم مجبور کنم براشون مواد بفروشه. مایکل اصلا نمیذاش پسر من سر کلاس بره، مدام میبردش مواد فروشی. و مایکل اون روز اول که ما در اداره سازمان بیگ برادر سیستر بودیم، مصاحبه که تموم شد اومدیم بیرون که من گفتم مایکل و پسرم که بیرون وایسن، من برم پرسیدم پوزش میخوام، دستشویی کجاست؟ گفتن اینجاست برو. من رفتم یه اتاقی رو باز کردم ناخودآگاه، چشمتون روز بد نبینه، من دیدم دشمنت نبینه. اتاقی بود پر از زنبور سیاه، زنبور سیاهی که خیلی هاشون مرده بودن، کف زمین سیاه سیاه، کلی زنبور مرده، سقف چسبیده زنبور مرده، دیوار چسبیده زنبور و عده‌ای در حال پرواز. یعنی من فکر کردم پرورش زنبور سیاه تو اون اتاق دیگه. وحشت زده، حتی از زیر درم مرده بود ریخته بود بیرون و من وحشت کردم این اتاق سیاه زنبور دیدم. نگو این اتاق شکنجه بچه‌های که میبرن بیگ برادر بیگ سیستر، اونجا میترسوننشون که اراده رو بگیرن و طبق میل خودشون بزرگ کنن که بتونن وارد اون سازمان آدمکاریشون بکنن. حالا اتاقای دیگه شون بازم یک چیزای شکنجه اونجا بود. یک چند تا اتاق باز کردم تا بالاخره من این دستور پیدا کنم. آخرش خدا میدونه ترسیدم و نرفتم تو اتاق. با اینکه اونها رو دیده بودم من نمیدونم چرا شک نکردم این بچه‌ها رو شکنجه میدن. ولی اومدم برای استاد احمد آزاد اون زمان گفتم استاد یه همچین چیزی دیدم، من فکر کنم بچه‌ها رو اونجا شکنجه میکنن. نمیدونم چرا همچین چیزایی همون موقع بگو خب بچه‌تو نذار بره دیگه. من بچه‌مو تحویل تروریستا دادم، تحویل آدمخواران دادم، خودم با دست خودم بچه‌مو فنا کردم، بردم تحویلشون دادم. نمیفهمیدم که اینا چیان. فکر می‌کردم سازمان دولتی است، بک‌گراند چک میشه، سوشال سرویس معرفی کرده، قابل اعتماده. من بچه‌مو قربانی کردم با دست خودم. بعد اون این مرد مایکل میومد بچه من هفته یه روز میبرد. مایکل به بچه‌ها تجاوز میکنه، باسنشون رو خورد میکنه. پوزش میخوام. چنان تجاوزایی که دیگه بچه‌ها نمیتونن بشینن رو باسنشون، استخوان‌های روی کمرشون باسنشون همه آسیب میبینه چون کوچیکن دیگه. اینا تجاوز جنسی که بهشون میکنن به پسرا و به دخترا، اینا باسنشون خورد میشد تمام. و شرایط طوری بود که حالا من اینا رو میخواستم به دادگاه بکشم، بیگ برادر بیگ سیستر رو، که متاسفانه علی و مایکل نذاشتن و پوریا رو دزدیدن بردن که من این موضوع رو پیگیری نکنم. بچه من هم معتاد کرده بودن، هم هزار بلا سرش آورده بودن، مجبورش میکردم مواد بفروشه. با پول مواد فروختن مایکل کلی خونه خرید، ماشینای نو خرید برای خودش. به پسرم گفته بود دارم آمادت میکنم با من ازدواج کنی، میبرد براش انگشتر طلا خریدن تو لس آنجلس. من بعد الکی میگفت میخوام برای زنش، پوریا رو گول زد و بگو برای چیز میخواد بگیره، برای زنش میخواد بگیره، فیلم بازی میکرد. و یه روز اومد پوریا رو برد انگشتر خریدن، رفتن لس آنجلس، کل روز رو نیومدن. بعد اومد گفت آره مامان برای زنش انگشتر خریده. نگو برای بچه من رفته انگشتر بخره بگه بیا زن شو. بعد مایکل آماده میکرد که چگونه رو لاندری کنه پسرم، درس نخونه. بعد بردش به یک تایگر، چی هستش اسمش تایگر بود در آناهایم، که گیم میساختن، آموزش گیم سازی و گیم بازی. مایکل خیلی اصرار داشت پوریا بره اون رو یاد بگیره. حتی خودش میگفت من هر روز میام میبرمش و تو برو بیار. چنین شده بود که مایکل میومد میبرد آناهایم بچه رو که گیم یاد بگیره، که بعد میگفت این خیلی خوبه، کار پورسازی و فلان، بذار بچه از حالا یاد بگیره. نگو میخواد از طریق گیم مخشوی بچه‌ها کنه، هم به سکس دعوت کنه پوزش میخوام، هم به در واقع کشتن و اینجور چیزا، که عده‌ای رو به تروریست پیوند میدادن، عده‌ای رو به فحشا میبردن. در حقیقت من پسرمو میذاشتم میبرد، ولی بچه‌م کم کم معتاد شد. مایکل داره بچه رو معتاد میکنه، بچه حالش خراب میشه، میاد دوگانگی ایجاد میکنه. یه روز میخواست اصلا دور از جون بمیره، بهش داده بودن، هی گفت مامان بدادم برس، مامان منو برسون دکتر. من هی تون آب بریز دهنه آب میوه بریز. چی شد آخه دیگه نمیگم چی شده که. به خلاصه دیدم این بچه اصلا دگرگونی ها ایجاد شد. به علی گفتم علی بیا بچه کمک کنیم، گفت زنگ بزن به پلیس. نگو هماهنگ همه چیز، علی در جریان همه این آزار و آزارای بچه‌ش هست. زنگ زدم پلیس اومد برد شلتر بردن همونو، بچه رفتن همونو بردن مشروعی کردن، گفتم بیا برو ارتش، باید بری ارتش. بعد آمادهش کردن که مرگ مادر، یک نوشته هایی میدادن که مادر میمیره و باید تعلق خاطر به مادرش رو ببری، خودت مهمی، پدر مادر ارزشی نداره، بیشتر رو مادر ارزشی نداره، مادر جدا میشه، بالاخره تو بزرگ میشی زن میگیری، مادر برای آدم باقی نمیمونه، قراره بمیره و اینا. ذهن بچهای من آماده برای مردن مادر. تو باید به خودت اهمیت بدی، به بچه مادرت توجه نکنی. و وقتی دوران مرگ بعد از مادرم گفته که وقتی میمیره یه مدت آدم شوکه میشه، باور نمیکنه، بعد کم کم بهش عادت میکنه و قبول میکنه که مرده، ولی سخت دوران مرگ میتونی تحمل کنی. و برای همه تازه مادرمو کشته بودن. این برای منم خوندم، رو منم تاثیر گذاشت. تازه منم با خودم گفتم آره دیگه راست میگن و باید تحمل کنی. یعنی یه جوری که من زن گندم این گفته ها، این نوشته ها طوری نوشته بودن که منم بهش چیز کردم، باور کردم.
خلاصه البته من هیچ وقت مادرم رو فراموش نکردم، عاشق مادرم بودم. مادرم تو خواب مزمن مدام میومد، ناراحتی خودش ابراز میکرد که تو دام این آدم افتادم، بچه‌م در خطره، مدام به من اخطار میداد و من به علی میگفتم علی مادرم میاد به من میگه بچه در خطره. میگفت این خوابا چیه برای ما میبینی؟ نه هیچ خطری نیست. اینجوری میکرد. نگو خودش عضو بشونه دیگه، میخواد لو نره. خب من فهمیدم که سازمان بیگ برادر بیگ سیستر برای این مافیا که به آقای اپستین وصل بیشک بچه‌ها رو از خانواده جدا میکرد و میبردن و اون اتاق شکنجه هم دقیقاً شکنجه‌ای بود که بچه‌ها بترسن و هیچ وقت به مادر پدرشون نگن. البته بیشتر خانواده‌ای که پدر بودن دیگه، مادرها سینگل ماما بچه‌هاشون اونجا میبردن. ما سینگل ماما از دست پدرها در اومدیم، حالا قربانی این مافیا میشیم. و شلترها و سازمان‌هایی که کمک میکنن در واقع بچه‌ها رو تارگت میکنن، یا به ارتش انتقال میدادن یا به اونجا. و من چون اینا رو برای فدرال گفت نوشته بودم کتباً، پلیس فدرال همون شب منو نصف شب می‌خواست بکشه بیرون بکشه. و چون من فهمیدم مافیا منو دولت فدرال داره منو میکشه به خاطر این موضوع، من دیگه ترسیدم. گفتم پس خود کدر فدرال تو این موضوع است. اصلا دیگه به پلیس فدرال هیچ وقت مراجعه نکردم. دو سه بار مراجعه کردم، دیدم شکایتمو نمیگیرن، وقت سرکوب میکنن و از سیستم گزارش منو پاک میکنن، حتی آنلاین میفرستم. من دیگه فهمیدم پلیس فدرال عضو اینهاست، کنار کشیدم و دیگه راجبش حرف نزدم. بس رو پیگیری نکردم و فقط دنبال بچه‌م بودم، بچه‌مو نجات بدم و دیگه سرکوب بذارم. گفتم به من چه وقتی که اوناست، من فقط بتونم بچه‌مو نجات بدم، دیگه ول کن، دنبالش نمیرم و حرفم نمیزنم راجبش. این بود که دیگه هیچ وقت به این جنایت نپرداختم که سازمان بیگ برادر سیستر با سوشال سرویس و هیومن آپشن ما رو دست مافیای آدمخواران انداختن و هیومن ترافیکینگ هست. حالا چرا هیومن ترافیکینگ؟ من بعدش دیگه ما رو برای اینکه بچه منو ببرن بردنش، منو بی خانمان کردن و پسرم رو از همون شلتری که پلیس اومد برد داده بودن دست علی و گفته بودن تو باید به پلیس ارتش بپیوندی و مرین. و علی هم کمک میکرد، هی به پسرم میگفت باید بری مرین، که بعدن هی تحت فشار این اف بی آی که این بره مرین. چند بار رفتن آزمایش امتحان بدن، پوریا نمیتونست امتحان رو قبول کنه، حتی تیوترین می آوردن خونه امتحان بده که بتونه به قبول بشه، بتونه بره به مرین و خارج از کشور بفرستنش، که من میدونستم میخوام به تروریست‌ها این بچه رو در واقع بپیوندن. به فدرال گزارش دادم که یه همچین جریانی در هست که دیگه افتادن دنبالم بکشن. گفتم فهمیده این دیگه از اون روز سالا دنبال خودم رو بکشم به خاطر این ماجرا. و من چون به CIA و به فدرال مراجعه کرده بودن، همه بر حسب من برآمده بودن تا کمک و یاری، دیگه نرفتم به سمتشون و از طرف فدرال و CIA بی پناه شدم. بعد به سفارت پناه بردم که خود سفارت هم می‌خواست منو بکشه. دیدم ای وای همه به هم پیوندن. خدایا این جنایت چیه که دولت‌ها خودشون جنایتکار شدن دارن این حمایت میکنن؟ نگو اینا قدرت مالی و فردی دارن که دولت‌ها با آنها همکاری میکنن، نه اینکه خود دولت با اونها همکاره، بلکه باشون همکاری میکنن عده‌ای. الان خب اگر فدرال آمریکا با اینها همکار بود، با جفری اپستین همکار بود، که نمی اومد این همه پرونده رو کنه و پیگیری کنه. پس ما هیچ وقت CIA و فدرال آمریکا رو اتهام نمیزنم، چرا که اگر بود نمی اومد این پرونده رو افشا کنه و پیگیری کنه و اپستین رو بگیره بذاره زندان. که البته من با این قدرتی که در زندان ها دیدم، آقای اپستین زندانبان رو خرید و رفت. شک نکنید آقای اپستین هست. و بعد این که دیگه چرا، چون ادامه کارش وجود داشت دیگه، ما درگیر بودیم، هر جا میرفتم می‌خواستن منو بکشن طریق دولت‌ها تا به الانی که می‌بینید. خب بقیه رو من در قسمت بعدی خدمتتون میگم. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید و ادامه رو لطفاً با من همراه باشید.